چرا هر دفعه در روی میزیم پیاله با طبقچه می ایستد؟ زیرا ما یک عادت زیبا داریم، چای نوشی. عادت تاجیکانه ما یا شرقیانه ما چای نوشی است. ما یک نفر رو به خانه دعوت کنیم، میگیم با یک پیاله چای. و صحبت ما هم بینندگان عزیز همین موضوع عادت است. درود به شما. بیایید در اطراف عادت ها صحبت میکنیم که عادت چیست. اگر از روی علم روانشناسی بگیریم، عادت یک بخش پسیخیکای ماست. بخش خیلی کلان است. در اساس عادت ها ما زندگیمان رو میسازیم. ما خصلت و خاراکترمان رو بنیاد میکنیم و حتی بخت و سعادت و موفقیت های ما از عادت های ما وابسته است. همه چیز عادت می شود. ما یک کلمه عباره دیگر هم داریم، عرف و عادت میگیم. این گپ وقتی که درباره عنعنه ها و قاعده های جمعیتی می رود. ولی درباره یک شخص الهیده عادت چیست؟ و ما هنگامی که عادت میگیم با کلمه دیگر هم باید همراه کنیم، میگیم عادت بد. ولی ما کلمه عادت نیک نداریم. حتی کلمه دیگر داریم، گنده عادت. در شکل لهجه گنده عادت میگیم، کسی که شنیده باشه. یعنی وقتی که ما درباره عادت ها میگیم، عادت های بد رو پیش نظرمون میبریم، زیرا آنها به زندگی ما خلل میرسونند. خوش عادت های بد چی است؟ کشیدن سیگار، کشیدن ناز، سرگپی بعضن و دیگران خلل رسوندن، بعضن گپی یکدیگر رو بریدن و غیره و هوکس. خیلی عادت ها است. عادت های بدی هستند که مردم در حضور دیگران خودشون داشته میتونن ولی به تنهایی رفتن اون عملشون رو اجرا میکنن. و چرا این عادت ها رو ما بد میگیم؟ برای اونکه برای زندگی ما در نزد مردم آبرو پیدا کردن ما، برای خود رو خوشبختی کردن ما، برای تن صحت ما اینها ضرر می آورند. مثلا عادت سیگار کشی یا می نوشی یا نشأه‌مندی. در دوره که ما با نشأه‌مندی و می زدگی وقتی صحبت میکنیم، این از عادت سر می شود. بعد می شود گرفتاری. یا کلمه دیگر را استفاده میبرن، معتاد، یعنی درمند، بی‌دوا. از این حالت برآمدن نمیتواند و اون آغاز می شود از همون عادت. امروزها یک عادت های دیگر هم داریم و هر زمانه عادت تازه می آورد. مثلا عادت امروزه آن شده است که ما به تلفن زندگی کردن نمیتونیم. واقعا ما به تلفن گشتن نمیتونیم. حالا که 20 سال پیش همین تلفن های دستی رو یگان میدیدیم یا میشنیدیم. 40 سال پیش در تصورمون نبود که تلفنی هست که همراهت گردانده میتونیم. ولی امروز هیچ کس به تلفن گشتن نمیتواند و بعضا یک تا دو تا هم در هر چند کیسه داشته باشیم یک تا تلفن داریم. داستایفسکی میگوید که یک جمله بسیار درست دارد، میگوید که انسان رذیل است، به همه چی عادت میکند. وقتی که من یک وقت با یکی از معلمان گفتم، در دوره دانشجویی گفتم که داستایفسکی هم خیلی میگوید، گفت که داستایفسکی درست میگوید، شما بهترش گوید که انسان گوهر قابل، یعنی به همه چی عادت میکند. به حالت مشکل هم، به خوشحالی هم عادت میکند، به ثروتمندی هم، به ناداری هم. پس از عادت ما باید چگونه استفاده بریم و عادت برای ما در کدام مورد کمک رسانده میتواند. مثلا وقتی که یک دخترک رو به یک خاندان میتید، تو عادت کردنشه، تو مطابق شدنشه، عذاب میکشد. ولی بعد میگن که در آغاز عذاب کشیدم، بعد عادت کردم، یعنی قبول کردم، پذیرفتم. ولی در حالتایی هست که این عادتی که در همین حالت استفاده برده می شود میتواند به ضرر انسان باشد. آدمان حتی به بیماری عادت میکنند، به چیزی که سخت براشون ضرر دارد. مثلا یک نفر بیمار است، خود درد معده دارد، باید به دکتر رود، ولی عذاب میکشد و نمیرود. آهسته آهسته روانش این درد رو همچون بخش خودش قبول میکند و این میشود عادت. بیمار شدن عادت است. و چیزهای دیگر هم هست. عادت های هستند که ما درباره اون همچون عادتی بد کم صحبت میکنیم، ولی در اصل ما باید اونها رو شناسیم. مثلا در روانشناسی یک چیز است، یک قالب است، یک انیخترش، یک تجربه، یک دانش است، میگن سکنجه کارتنر. سکنجه همیخیل، اگر همین سکنجه باشد، سکنجه از چی عبارت است؟ من در یک دوره یک آدم میتواند نجات دهنده باشد، سپاساتیل. در جای دیگر همین آدم قربانی است، در جای سوم همین آدم
ظلم است. همین حلقه شرح زدن میگیرد و آدمانی که در داخل همین حلقه هستند، مثلا یک نفر عادت میکند به شکوه کردن، شکایتچی. من همیشه در حالت قربانی است. وقتی که آدمی که با این عادت کرده است، عادت این بخش فشار آورنده، بخش خیلی زیادی با نفوذ پسیخیک شخصیتش شده است، او غیر از شکایت دیگه چه نمیتوند. شما با اون آدم کمک کردن نمیتونید. حتی وقتی که بر نظر روانشناس میبینن خیلی زیاد کار کردن لازم است که شما رو از این عادت بد برآورید و همیشه شکوه میکنند. برای این آدم همه چیز بد است، همه گناهکار است غیر از خودش. او قربانی است، او خرسک سفید است و هیچ کس نمیرنجاند و ملایم است، نرمک است و برای همه زحمت میکشد، ولی دیگران به قدرش نمیرسد. یک عادت دیگر در همینجا در داخل همین سکنجه است، نجات دهنده. یک نفری است که در حضورش اومدید و در اومدی گفتید که ها من امروز اومدم که در راه مثلا فلان چیز شد. این آدم حتما از جاش برمیخواد، میخواد به شما کمک کنه. شما از او کمک خواهش نکرده بودید. شما گفتید که من اومدم در راه مونده شدم، کم دارم اینجا نفسم راست میکنم. میدود میبرد برای شما چای میبرد، کدام خدمت دیگه پیشنهاد میکنند. حالا که به شما نه چای نه خدمت چه لازم نبود. شما فقط گفتید افشا کردید که من همین حاضر خسته هستم. و این نجات دهنده ها خیلی برای دیگران زحمت میکشن، خیلی برای دیگران خدمت میکنن و آدمانی هستن که با این خدمت ها اینها عادت میکنن، قبول کردن برای گرفتن این خدمت ها و زحمت ها مفت عادت میکنن و زمانی میشود که اینا به درجه عادت میکنن که حتی تشکر هم نمیگن و این نجات دهنده سخت میرنجد، تبدیل مییابد به قربانی. دور و دراز شکایت میکند، وقتی شکوهش به گوش کسی نرسید او خودش تبدیل مییابد به ظالم، بعد داد و فریاد میکند، آدم رو میرنجاند. اگر تصور کنید که همین اگر نقش پدر و مادر باشه، پدر و مادر چیکار کردن؟ اول نقش نجات دهنده داشتن، کودک کلان کردن، عذاب کشیدن و غیره و غیره و هکذا و امیدهای در داخل آن گذاشتن. نجات دهنده همیشه امید دارد، انا من این کارو میکنم، من به دوستم خدمت میکنم، یا روز دوستم به من خدمت میکنه، من به همسایه در وقت در کارش دستش گرفتم و همسایه در وقت در کار دست منم میگیره، ولی وقتی همون وقت در کار رسید اون همسایه رو نمییابد، یا اون همسایه اون مبلغی که برای من حاضر لازم است خیر ندارد. وقتی من داشتم دادم و امروز ندارد، ولی این امید زیاد داشت، این تبدیل مییابد به قربانی. وای 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 انا من خدمت کردم، من اینقدر عذاب کشیدم، من برای شما اینا کردم، سر میشد منت، ناراضگی، عرض شکایت، در روی آدم منت میکنن، طعنه میکنن، در پشتش عرض شکایت میکنن، آوازه و دروازه، بعضی در شکل غیبت شاید میشود. در هر صورت از داخل بیرون میبرد خیلی خیلی درد و علم ها، احساس منفی. و بعدی که این چیزو عمل نکردم، من شکایت بسیار کردم ولی هیچ کس به داد من نرسید، اومده خدمت من نکرد. اگر که من خدمت کرده باشم، اگر نرخ مونده باشم به اون 100 سومون، اونها برای من 10 سومون خدمت کردن، یعنی سودا نشد. حالا که اگر که سودا بود باید شرط سودا رو میگفتیم، ولی سودا نبود در آغاز. ولی در مغز این آدم این نجات دهنده همون تا اندازه سایه سودا بود است. بعد سر میشود ظلم. بیارید برای من این کار کنید، این کار کنید، این کار کنید، صرف نظر از اون که شما میتوانید یا نه، میخواهید یا نه، برای شما راحت است یا نه. و این سکنجه همیشه در حال چرخ زدن است. ما گاه در حالت وضع ظالم هستیم، گاه در وضع قربانی هستیم، گاه در وضع نجات دهنده هستیم و همه این عادت است. و نفری که نزد روانشناس میاد، پیش از همه ما با عادت کار میکنیم. میگم که انتخاب تو است، تو خودت انتخاب کردی و با همین نقش عادت کردی. اصلا اکتورایی که فقط یک نقش بازی میکنن یک عمر، مثلا همون اکتور هندی که همیشه در نقش مگام بود، نقش منفی داشت، یک نقش عمومی داشت. همین یک از این فیلم به این فیلم همون نقش میرفت. شاید نامش دیگر بود، لباسش دیگر بود، ولی نقشش همان بود. خودمون شاید اکتورها هم شاید بر نقششون عادت میکنن. ولی وقتی که ما با این عادت میکنیم، عادت با منفعت خود ما نیست، ما باید این عادت ترک کنیم. ما باید بالا فکر کنیم که چرا ما این عادت انتخاب کردیم. این باز هم انتخاب ماست. و آدمانی هستن که مثلا کشیدن سیگار میتواند 20 سال سیگار کشد و در یک روز ترک کند با همین روند. این اراده است، این انتخاب است. و آدمانی هستن که ضعف اراده دارن و عادت رو ترک کردن نمیتوانند، انیقترش نمیخواهند، با همون عادت بدشون عادت کردن. شاید در بین شما باشن آدمانی که یک عمر شکایت میکنن، شما از شکایت آنها جونتون رو کج کرده گریخته رفتن میخواید.
شاید باشن آدمانی که امروز مهربانی میکنن به شما و بعد چند روز اومده به عوض مهربانیشون از شما جان طلب میکنن. و اگر چنین آدمان در اطراف شما هستند شما با آنها کمک کردن نمیتوانید، شما چیکار میکنید؟ شما از حضور آنها میگریزید. و اگر خود شما همون آدم باشید، فکر کنید چرا این عادت را انتخاب کردید؟ این عادت به شما چی میدهد؟ مشکل شما شاید در گذشته شما است، شاید در دوره کودکی شما است، شاید در زمانی است که این عادت به شما چیزی میداد. شاید زمانی شما نقش نجات دهنده رو به ذمه گرفتید که توسط این خودتون رو از چیزی حمایت میکردید. شاید نیاز داشتید به مهربانی کسی، به سرپرستی کسی و به او کمک میکردید که با امیدی که در زمان ضروری به شما همچون سرپرست خدمت کند. ولی اگر اون زمان گذشت و این عادت دیگر به شما خدمت نمیکند، باید فکر کنیم که از بحر این عادت چگونه برای همین بسیار خوب میشود که ما عادتهای خودمون رو هر سر چند وقت یک از نظر گذرانیم، یک ریویزیا کنیم، ببینیم که کدامش عین زمان کارشایم است، ضرور است و از بحر کدامش برآمدن لازم و کدام عادت رو من کی برای چی انتخاب کردم. البته این روند رو ما به تنهایی نه همیشه میتوانیم خودمون اجرا کنیم. برای بسیار وقت صحبت روانشناس لازم است، مشورت ها لازم است، عافیت بخشی لازم است. ولی اگر که امروز عادت بدی دارید که روزگار شما رو تلخ میکند، مثلا دشنام کردن عادت است، با فریاد صحبت کردن عادت است و گفته نمیشود که ما البته در این روانشناسی شرطاً بعضی خصلت ها تقسیم شدن. ما میگیم که هستن سانگوینیک، ملانخولیک، فلگماتیک، خلیریک، چهار گروه معین میکنیم و در داخل میگیم که بعضی ها مثلا در اساسی همین مزاجشان با این عمل راه میدهند، ولی نه همیشه از مزاج وابسته است. در اکثر موارد این عادت ما است. اگر کودک در عائله کلان شده باشد که همیشه به سرش داد گفته باشند، دو عادت میتواند پیدا کند. یا داد گفتن عادت میکند یا خودش رو حمایت نکرده در کنج شخص شده ماندن عادت میکند. هر دو عادت میتواند یا اینش باشد یا میتواند هر دو عادت ها باشند. در یک مورد شخ میشود، در مورد دیگری که میداند که به خطر است براش دست یک سکرداد میزند. آدمانی هستند که در موردی که میترسند در حضور آدمانی که از خودش بقوت‌تر هستند، آنها آواز بلند نمیکنند، ظلم و تعدی نمیکنند نسبت آنها و همون برابری پیدا کردن یک نفری که از آنها ضعیفتر است تبدیل مییابند به همون ظالمی که گفتیم. یعنی در آنجا قربانی است، در اینجا ظالم است و هر دو این حالت رو هم ما میتوانیم از بهرش گذاریم. ولی برای این پیش از همه تکرار میگم که ما باید شناسیم عادت‌های خودمان رو، معین کنیم که کدومش برای ما عین زمان ضرور است، منفعت دارد و تنها برای ما، برای اطرافیان مضر. ما همیشه در جامعه زندگی میکنیم، ما عائله داریم، جای کار داریم، حق همسایه داریم، یارو دوست داریم و اگر عادت بدی ما از ما دوستانمون را گریزاند، در عائله عیش هم را تلخ کند، در جای کار مناسبت ساختن نتوانیم، پس این مشکل ما است. ما باید فکر کنیم که چرا در همین محیط یک نفر موقع خوب پیدا میکنند، مردم دوستش میدارند ولی من نه. پس گپ در سری آن نمیرود که این آدم ها بد هستند، گپ در سری اون که میرود من خودم رو چگونه پیشنهاد کردم، کدام عادت ها به من خلل رساند. وقتی که این گونه یک از نظر گذرانی داریم، یک سنجش داریم، یک مانیتورینگ داریم، باور کنید شما میتوانید خودتون چنانه که از برنج کرمک از هم جدا میکنن، سانکوی برنج میچینن پیش از برنج به دیگه انداختن، ما میتوانیم همون عادت های بدمون را خودمون یک تا یک بچینیم، یک طرف گذاریم و از خودمون یک شخصیت بسازیم که پیش از همه از این شخصیت خود ما حلاوت بریم. یعنی از بودن خودمون، از زندگی خودمون، از مناسبت بنیاد کردن خودمون، از کامیابی های خودمون پیش از همه حلاوت بریم. و یک چیز دیگر است از روی علم معاینه‌شناسی، وقتی اون آدم که با مغز مشغولن میگن که عادت های ما در مغز ما سلسله نیرون ها رو به وجود می آورن و وقتی که ما در دوام از 40 روز تا 3 ماه بالا یک عادت بد کار میکنیم، اون عادت بد از بین می رود و عوض عادت نیکی که شما قبول کردید، انتخاب کردید و اون رو میخواید در زندگیتون موقع پیدا کنید، همون عادت میپیوید. هر دفعه که خودتون جمع کردن میخواید، تنبیه کردن میخواید، در این موارد ما مشق ریزینگی ما عادتاً میگیم که در بند دستون یک ریزینگی میبندید، هر باری که خودتون همین کلمه از زبانتون برآمد یا فکر در متن اومد، یک کشته میفرد میگید که ما آدم بهتر نیستم، من خنده میزنم. گپ در سر اونه که ما عمل بدمون رو سفید میکنیم.
گپ در سر نیست که اون عمل بعد تحلیل کردن لازم. ولی وقتی ما خودمون رو تنبیه میکنیم ما باید طرف خوبی همین عمل رو پیدا کنیم. رفت شما بچه‌تون رو سخت جنگ کردید و پشیمون شدید. این خاص همه مادران است. کودک سخت جنگ میکنیم بعد پشیمون میشیم، بعد میگیم ای کاش که نمیگفتم، چه برنامه‌ای میگم گفتم و غیره و کس. و یک جای دیگر یک در رفت صحبت یک بدن تو میبرد، بعد فکر میکنید این گپ اینجا رود اونجا رود اونجا رود چه گپ میشه، صد بار پشیمون میشوید. در این مورد پیش از همه بروزین که کشته میزنید میگید که شاید همین گپ گفتن لازم بود. وقتی بچه‌تون تنبیه دادید میگید که برای اون بچه این تنبیه شاید ضرور بود که همین کاری بعدش دیگر نکنه. خب درسش وقت سر وقت تیار کند، من نمیدونم لباسش سر وقت پوشیده برای مکتب رود یا که لباسش تازه نگاه دارد. خب اگر که واقعا از معیار گذشته باشد میتونید از کودک عذر پرسید، کودک آرام کنید، از اون دوست رنجیده تون هم عذر پرسید. ولی مهم است که شما خودتون زیر طعنه و ملامت نمانید. زیرا سخت‌ترین پروکورور این پروکورور ماست. اینجا شست ما از وی هرگز خلاصی نداریم. و 24 ساعت همراه ماست. اگر از روی وی بگیریم، از روی تئوری روانشناسی بگیریم، اونجا 3 شخصیت است در ضمیر ما. اونجا پدر و مادر است، کودک است و شخصی به بلاغت رسیده است، شخصی برکمال است. انا این مادر ما رو همیشه تنقید میکرد. وقتی ما خودمون رو تنقید میکنیم این کلمه های مادر است که برنامه در مغز جو کرده شده پدر و مادر است. وقتی که ما میرنجیم و میترسیم این همون کودک است که همیشه میرنجاندن و قدرت جواب گرداندن نداشت و میترسید جواب گرداندن نمیتونست. و تنها شخص برکمال قرار قبول کردن میتواند. شخص برکمال میگه که خیلی همین خیلی شد، من اینو نمیخواستم، من افسوس میخورم، من پشیمان هستم. و بعد میگه که من آدم خوب هستم، من بالا خودم فکر کردم و هر یک عملی که کرد، هر یک کاری که واقعا خوب است، ولی شرط نیست که کار مشکل باشه. شرط است که شما قهرمانی کنید، من نمیرم دانم رفته از جنگل خرس بیارید. ولی اگر عمل عادی‌ترین خودتون رو تحسین کردن گیرید، شما علاقه شخص 50 ساله هم باشید، همون کودک درونی شما همون تحسین میشنود، به خودش باورش زیادتر میشود و از خود نارضا بودنش کمتر میشود. نسبت خود با مسئولیت بودن لازم است. مسئولیت شناسی این هرگز همیشه از خود نارضا بودن نیست. مسئولیت من میدونم چیکار کردم، من میدونم که این کارم نادرست بود و بزیمه میگیرم و من این اصلاح میکنم. وقتی که ما خودمون رو از خود نارضا هستیم، ما همیشه خودمون رو زیر تنقید میگیریم و این تنقید بیهوده ما رو قوت نمیدهد، قوت ما رو کم میکند. اگر من غلط کردم من باید مسئولیت اون است که غلط رو اصلاح کنم. اگر که من خودم سرزنش کردم اینجا مسئولیت نیست، اینجا خودکشی است، کم کردن قوت است. بازی‌های کامپیوتری وابستگی به تلفن ها اینها واقعا عادت بد هستند. مشکل ما اون است که ما در آغاز این عادت ندیدیم. ما در آغاز ندیدیم که کودکان رو چخیل شنوندیم. خوش در خانه من هم نبیرم مثلا کامپیوتر میخوان تماشا کنن، تلفن هم میخوان تماشا میکنن، ولی ما هر سری مثلا تلفن رو بند کردگی ما تلفن نمیگیرن، سراغ هم نمیکنن. خودشون تلفن خودشون ندارن، از تلفن خودشون فقط زنگ میزنن، تلفن اینترنت ندارن. حتی اگر در کار شود تلفن خودشون کار نکند، میبینن از تلفن ما استفاده میبرن فقط برای زنگ زدن. خیلی آسان موفق شدیم زیرا ما در گپ خودمون ایستادیم و بعد این عادت دیگری به آنها پیشنهاد کردم، کتاب خوانی. و حالا مثلا در خانه ما کودکان کامپیوتر تماشا نمیکنن، تنها خوردیمون بعضی چیزا رو تماشا میکنن، اون دو کلون تماشا نمیکنن. میگم که شما مکتب خون هستید، شما وقتی که در اونجا صرف میکنید باید به خوندن کتاب صرف کنید. خوش مثلا کتابخوانی هم عادت است، کتابخوانی ملکه است و برای که کودک ملکه کتابخوانی داشته باشد، کودکانی هستن که خودشان مادرزاد دارن ولی کودکانی هستن که ندارن. اینجا برای این عادت در مغز کودک شنوندن زحمت زیادی پدر مادر لازم است، زیرا عادت کردن به چیزی بد خیلی آسان است. برآمدن از عادت بد مشکل تر است و پیدا کردن ملکه و عادت نیک این هم زحمت میخواهد، یک بار نمیشود. ولی چیزی مهمتر دیگر اون است که به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خار بود گل دسته گردد. شما اگر مقصدتون خودتان دانید که چی میخواهید، برای چی این رو میخواهید، شما با مقصدتان نائل میشید و با اون فرزندم فهمانده میتوانید. فقط در تربیت فرزند هر کاری هر قدر پیشتر کنیم اما قدر بهتر است، زیرا علاج همه واقعه ها رو پیش از وقوع باید کرد. پیشگیری آسان‌تر است. ولی وقتی که مثلا یک جوان 20 ساله
البته از 10 سالگیش در سر کامپیوتر شش شما 10 سال باز باید در مغزش ماینش اینقدر نیرون های زیاد جابجا شدن همه وای شما با روی فشار با روی فرمان دادن با روی من کردن دیگر شما وای از این عادت به آسانی برآوردن نمیتونید. تنها خود انسان میتواند عادت بدش رو به عادت نیک تبدیل دهد. این عادت ها رو ما با روی فشار با روی کمک دیگران اگر که خود ما کمک رو طلب نکرده باشیم از این عادت ها خلاص شدن مشکل است. اینجا اراده و خواهش و همت خودی آدم لازم است. خوش گمان میکنم درباره عادت های نیک و بد، عادت که در زندگی ما چه تاثیر دارد بعضی اندیشه ها را گفته گذاشتیم و امیدوار هستم که این صحبت برای شما منفعت بخش بود. آباد باشید تا صحبت دیگر. بگذار تماشای برنامه های ما برای شما عادت نیک باشد.